آنهایی که یعنی که دو شهروند هستند و در فدراسیون روسیه زندگی میکنند تا اندازه مهر وطنداری مثال در مثال کاست‌تر است. آنها از هویت ملی خود، از خویشتن شناسی خود تا اندازه بیخبر هستند. این هم دشواری است. باشه. همین گونه هست که مثلا در مواجهه مهنتی قرار داره، تو وقتی که با اونها هم صحبت میشه هیچ کس توصیه نمیده که به روسیه بیا شهروندگی رو در اینجا زندگی کن. هر کس میگه که اونها مثلا مجبور بودن، پدران اونها مثلا در ایگان کار نمیکرد که اونها در وطن خونن و در همینجا زندگی کنن. اونها مجبور بودن که به روسیه روند و در همون جا مثلا شرط و شروط خوب رو ساختن برای خودشون. آنها اکنون به ما امکان میدن که ما در وطن خود خانه ما در وطن تحصیل کنیم، جای کاری و شرایط خوب زندگی در همین جا بیم. اونها هم میگن که قدر شما در وطن خدا هیچ کس برای یک کس توصیه نمیده که بیا از اون وطن. تشکر از نتیجه شخصی من معلوم گشت. من دیگه مثال نمیدونم، من حکم کردن نمیتوانم که 80-90% که مثال در اونجا زندگی میکنن، لیکن از همون نتیجه‌ای که من گرفتم همین گونه